برادر عزیز پیش از صحبت کردن یک شکایتی بعضی هایی که در نسبت من غرض دارن یا حسد دارن. من حاضرم که بسیارتر با اینترنت سر کار دارم، کم سوال جوابای مردم که میکنم یا بعضی برنامه های نصیحتی میکنم، میگذارم که خیلی امروزم پگایم هر یک حرفی بود ما پیش خدا ثواب میگیرم، خداش میگیرم و هر یک روز من غنیمت میدانم. بچه ها در کامنتاری ها می نویسن که بابای حاجی فقط و فقط معرکه با معرکه میگردی. اگه من میخوانم میگم همون کسی هست دیلم با همون میسوزه بود. این قدر حسد و بخیلی قطعی او بیچوره چه روز بود استه عذاب کشیده سیده اخی. همین در نسبت یه آدم بخیل باشی، حسد داشته باشی، بسیار زیقی نمی اگر همین شکم تمثیل که صد پولای زیقی این زیقی که چی با این حاجی دسترخون میسو شتگی چی با بین برادر عزیز همین جمعه حاضر به دعوت بودم. قریب یه هفته پیش ایمان میپرسه با من روزی همو بگیم یا ساعت خارگی من میگومش، میگه قبوله چکر کنم نیام موکی صاحب خونه بگه اینا مقصد پیسانو نکرد یا گپ مونو نگرفت. اگر بیام او مردک بیچاره زیق دیگر نبیدونم این کام شد رای کی را بگیری برای همین اکنون من هم برادرها را همین قمیدم که برادرای عزیز من شکر الله مهربان حدیث پیامبر خواندم که مسلمان بالای مسلمان 6 حق دارد. یکی از حق‌های همون چیه؟ میگن هرگاهی که شما را دعوت کردن فعجیب اجابت کنید. من اگر برادر ما اگر بگه که حاجی فلان روز مقصد خانه ما یک پیاله چای، حتی پیامبر میگه اگر روزدار باشی برا شرط نیست که تو شکم برای شکمت برای دعا کن. برای این برادر عزیز و گرامی تا امروز اگه الله دانای فکر میکنم به دعوت نرفتم اینجا. تو دعوت نکنن من حق ندارم برادر عزیز که خیسته جای یک کس برم. برای همین همون برادرها بدونن که همین تاجیکی ما مسلمانی ما وقتی یک کس دعوت میکنه حتما یک پیاله چای میکنه. او دسترخوان شما بخواهم نخواهم میپرتوید. برای همین منم حیران چکار کنم مگرم یک کار کنیم برای همون بچه ها دلشون پسند شدن همون حالت های لوی دسترخوان در زبش نکنیم بریم یک خانه کمتری خنق که همه هیچی نباشه که همون بچه ها زیق نشود نه اگر که مثال در گردی دسترخوان هم اگر همین خیلی برای همین بعضی همتری گپا هست ما که ایرا بسیار دیدم برای همین بسیار حالی که برادرای نمی شما خداتون قضاوت کنید خداتون روی انصاف بگید کدام دل خو مردم ما فیراد کنه آخی دسترخوان نمیپرتوی با تاجیکی ما چی میگه در دسترخوان خالی کی دعا میکنه با کلیم اونا میگن اليتيم والمرأة از پشت 2 نفر دفاع میکنه
دو نفر پشتیبانی میکنم حق اینها را من از نزد خودت ای الله مهربان طلب دارم اینا کیان یکم حق نفری که کسی در دنیا یتیمی را که حقش خوردگیه کسی در دنیا حق یتیم خورده است پیامبر میگه من روز قیامت او خوردگی تا زهر طلب میکنم من شکایت هم من میبرم پیش خداوند تصور کنید برادر عزیز که وقتی که پیامبر دعوا کنه این کاری آسانه پیامبر پیش الله گفت که ای خدا یا الله تو خود میدونی و لیکن من در دنیا قصد کرده بودم در پیشم وظیفه گذاشتم که من همین دو آدم باید که مقصد جزاشون تو بتی من ایرا تصمیم گرفته بودم تو میدونی خود اگرچه این همین نفرها خورنده مال یتیمه که الله مهربان در قرآن میگه که اینها مال یتیم نخوردن اینها آتش جهنم خوردن و آیت قرآن ثابته که اینها آتش جهنم خوردن من خودم شاهد این کارهایی ما را در همین خیلی مسئله ها هم بردن که بیا حاجی بابا که حق یتیمامون خورده استن بیا همین مردک ها با پدراشون همشون حاجی هم بیا در همینجا داخل شمی کار حل کن ما رفتیم الحمدلله رب العالمین ما تأثیر نگذاشتیم ولی اگر تأثیر نمیگذاشتیم همون مردک ها همه تیار همه را همش محروم میکردن حقی را میگرفتن از این لحاظ پیامبر میگه که من دعوا میکنم یک یعنی دو والمرأة کسی در دنیا زن ظلم کرد کسی در دنیا زن مقصد بیهوده گفت شما برادر عزیز اذیت داد در آمد حقارت کرد در آمد کاراش برار نگرفت به غضب و به حقارت و به مشت مقصد از همون زن خاصش از همون زن گرفت پیامبر گفت این نامردار هم من نزد خدا شکایت میبرم که الله مهربان از اینها مقصد قصاص بگیره چرا اینها در دنیای کار کردن برای همین برادر عزیز و گرامی خیلی ظلمه که ما در حق زنها همین خیلی جفاها کنیم همین خیلی نام آورد تا زمان اسلام و خیلی تاریخ ها آزیره که همین قدر آدم های دانشمند مثل همین افلاطون مثل سقراط که یکی از دانشمندان یونانی بودن همین ها چی بودن؟ همین ها چی میفتن؟ میفتن که همین زن در گرد زن بحث داشتن که همین آدم هست یا نه همین ما در قطار آدم بمانیم یا نمانیم این بسیار کاری زن مردم به حیث چیز بود میفروختیش میکشتیش میزدیش یگان جزا دایواتش نبود زمان اسلام آمد این زنها برادر عزیز حق پیدا کردن این زنها مقصد به خودشون خوشبختی را احساس کردن یعنی اسلام اجازت نمیده یکی از حقایی که زن بالای مردک دارد ولی تضریب الوجه میگه شما زنها را نزدید دیگر حقی که زن دارد ولی تو قبیح زنه که حق نداره که حقارت کنید برادر عزیز همین جوان مردیه که همین زن عروس کنی و یا چطا فلان کنن این شرگی بشه تحتی همین جوان مردی هم آچه نداری بدبخت در کونی و تحت فلان ولی من از زنگ میزنن بدونی من فتوا مایواز کنم ولی من از زنگ میزنن بابای داملا بابای حاجی پس بچه میگه همین زنم میگه که در دهنت فلان کنم خب همین طلاق ما چی میشه نیکوی ما چی میشه همکنه پیش خود گفت نه تو چیش گفتی؟ من خیلی حقارت کردی یا چیش گفتی؟ خیلی مقصد آچه تا گفتم آتا تا گفتم
خیلی اون قبل نیست گفتی درست کرده که اوکی تا که مثال دارم کون یا چش گفتی اون نگه دارم کون یا چش مطمئن ما فلان کنم این باید همین خیلی باشه چی با که تو دشمن میکنی زن طلاق نمیشیده یا زنک دشمن میکنی تو طلاق میشیده چی با این تعلیم شما را کی داد این برتری را با شما الله بزرگه یا تو الله میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن تو لباسی زنی زن لباسی توی او الله بزرگه یا تو بگوی در فلان یا چه تو او خب کنه باز من دو گفته هستم زنکارا که بگین شما بگو که با چه ایده را فلان شده